با شما بلیط های ارزان لازم باشد؟ با واتساپ اویاکاس شاهنوزه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. بهار آمد، ابرهای پاره پاره. بهار آمد، ابرها را پاره. مردک بهار آمد، ابرها پاره. مردک جان کچشما گفت هستم. مردک جان خود جونی من لبای میگم همین شوای درست میشینه و مینویسه و الهام بخشنده ای من زلیخا جونی من. مردک جان شما این قدر زحمت میکشه شوای درست خوب نیسته. آخر من کتاب می نویسم. بعدی که ما گذشته رفتیم انا همین مردم به این کتاب های ما میدونید میراث میمونه. زلیخا جان میراث میمونه؟ بعدی زیرفتنی حاضر من اول بهار ابر کتی بهار آمد، ابرها گردیدن پاره پاره، تو مردک چیکاره؟ مردک؟ این چیزایی که شما می نویسه یکون کس میخونه؟ یا 6 کتاب نوشتم. این کتابای نوشته است و نوشته یکون کس میخرد یکون کس میخونه. آیا همه چیز از زلیخا جان پول قطعی بر نکشید عزیزم. آخر معنویات یک الهامی تازه شوهر شما. آخی مردک دلم میسوزد. شما شوای درست خوب نمیکنی مردک جان. او من یاد میکنم شما من خوب نمیبره به شما. دلتان میسوزد نمیسوزد باید که یوسفی گم گشته برای زلیخای خودش ایجاد کند. او مردک لبای آخی من دلم برای شما میسوزه. من میگم یک 2 ساعته خوره سر تونمون عصباتون آروم کنیم. زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی. ایرم تا من کیم کدام نوشتگی دیدی چه خیلی فکرهای من میبیاده. میدونی بعضن وقت الهام مرا ساعتهای بعد 12 و 15 سراغ میکند نه برای همان عزیزم. تو رفته کانتر دم گیر من حاضر میبیام. ما به شما خوب نمیبرم مردک جون. شما 3 هفته یکی دمی جشتگی ایو می نویسه ایو ایجاد. تو اینو نمیفهمی. مرغی الهام در همینجا پرواز دارد. اینه مرغی ندیدی مردک لبای شما باید دختور روی. شما اوجه در نظر تو مرغ دیده سه. مرغی الهام وای به آدمی عادی نمی نماید. وای به آدمی که ایجادکار است می نماید عزیزم. ای توبه. پسر ما از کار اومد. یک بار درک شوید. مایلش رام کنی؟ بهار آمد. بیا بچه جان. بگیر. السلام علیکم. یه پسری دادا اومده. واه پسری دادا کلی کارها نقص زور خونه بده شما. ای من کجا خواب من تا دلی شب میخل میشنم. حالم نویستنه؟ البته. میدونی چی؟ خیرت آموز خیرتمندان. دیدی؟ میدونی؟ رویده کی میگه بای جوی مولیان آیت همه. شعر استاد رودکی ها؟ اکنون من چی کردم؟ چی کردی شما؟ مرا مرغی الهام آمد من نقیزه نوشتم. نویستی شما لکه؟ نه بای جوی مولیان آیت همه، بوی تخمی ماکیان آیت همه. این شعر بینی باور کنید. شما زوره دادا جان ما با شما میفخرم با پیش همسیفون. ولی میرم بچه جان شیرینم حاضر به شما کتی مادرتان من به مخلص. بله آینده میلیون ها نفر من به یاد میکنن لیکن وای وقت دیر میشه. چون که من میروم به دنیا. لیکن یک چی آخرین وقتا یک چی می نویسم پگاه میبرم که الکه تا من کیم کدام دراز دستی کرده است. من همیسو من یک شب نوشتم که برای مکتب بچه ها همین نویسم خانید و باز خانید. مثلا همین من نوشتم خدا هم گفتم که همین مکتبا ده همه جا چسبونن. میبرم الکه لینین گفته که آدم همین چیزا تا من چی کرده است. من دیدگی نه من نمیدونم که وای چه میخفتگی. یا اینکه مثلا گریم گفتم پس هر یک ماشین باید که ای ساربان آهسته ران باشد.
میبرم میبینم که الکی یا با کدوم میگم پیش شما برای همین از وقت‌های پیشتر برام گفتم من دلی شب مرغی لحمه قپیدنی میشم میدونید مرغی لحمه میقپم میگم که مادر شما اومده منو میقپه میدونید ما دادا جان خب یک چیز نفهمیدم چیه بچه جون چیه شما این کتاب گرفته در این کتاب روبردار دارید بچه جون دانای من ای آدم میشود و ای کتاب نشود می کجا شدی کودک؟ یک ساعت چی دعای کردم شیر بیار گفتم شیر بیار اولم خودم میرفته و خوب بود در هم میگرفتم میآوردم دلشاد چوکم کوشی من گفتم کو من نمیرم گفتم کو خودت گفتی میری کو گفتی که میری کو من بدم آوای فهمیدی چوکم تو بتسم زدک شیر فروش تکی دوم دای کو زدک شیر فروش من زدک فهمیدی بروی چی زد؟ آخه گفت که بیا بچه جا شیر ده بیا شیری خدمت بیا شیر بگه ایمه بگی شیری مای گفت بیا بگی بعد؟ من گفتم من شیری در کار نیست شیری گو در کار